سلام به همگی. آقا یه بنده خدایی میره دکتر پنیسیلین بزنه. دکتر میگه آقا شما قبلا پنیسیلین زدید؟ این بنده خدا هم میگه بله زدم. دکتر میگه خب زده دیگه، حساسیت نداره. در میاره و پنیسیلین رو میزنه به بیمار، میبینه افتاد به تشنج و داد و هوار. میگه بابا مگه تو نگفتی قبلا پنیسیلین زدی؟ پس چرا اینجوری شد؟ بیمار میگه والا آقای دکتر اون دفعه هم که زدم همینطوری شد. حالا این حکایت ولی فقیه ننه مرده و تزریق دوباره زهره. یه بار تب و تشنج رو تجربه کرد، حالا بعد از تمدید مذاکرات بازم افتاده به پت پت، اونم چه پت پتی. به نظر می رسد ایران در دوره جدید تعهدات تازه‌ای به طرف مقابل داده است. اکنون موضوع رقیق سازی 3000 کیلوگرم اورانیوم 2% ایران به اورانیوم طبیعی نیز به عنوان یکی دیگر از تعهدات مهم ایران در توافق 4 ماهه فاش شده است. همانگونه که گفته شد در تعهد جدید ایران از غنیسازی مجدد ذخایر اورانیوم 2% خود صرف نظر کرده است. بابا میبینید این برق پاره دل واپسا چجوری عبای عظما رو کنار زده؟ روشن تر از این نمیشد آناتومی عظما رو اونم بعد از زهرخوری دوباره به همه نشون میداد. واسه همینم است که جیغ باند شیخ فری به هوا رفته و ورق پاره هاش به دست و پا افتادن که گند قضیه از این بیشتر بالا نزنه. جفسازی رسانه‌ای افراطگرایان داخلی مبنی بر اینکه حل پرونده هسته‌ای ایران به معنای عدم استیفای حقوق ملت ایران است و از طرفی تمدید مذاکرات را نوعی شکست جلوه می‌دهند. در این میان ممکن است در ذهن بسیاری از مردم معنای تمدید مذاکرات مبهم باشد و این سوال در اذهان شکل بگیرد که حالا تمدید به معنای شکست است یا پیروزی. یه سال عظما داره با طلسم شکسته زهر شکست میندازه بالا، بعد تازه یارو میپرسه لیلی زن بود یا مرد. ظاهرا گیجی یکی از آرزوهای مشترک زهرخوریه. الاغچی رو دیدید تو مسابقهاش چجوری سکندری میخوره؟ نه جون من دیدین؟ یک فضای مثبتی وجود داره که میشه بحث‌ها رو ادامه داد. پیشرفت‌های نسبتاً خوبی هم صورت گرفته. ما درست اختلاف داریم ولی اینطور نیست که هیچ پیشرفتی هم نداشته باشیم. خب در متن پیشرفت خوبی داشتیم. حدود یه چیز بین حدود 60 تا 70% متن الان آماده است، ولی خب اون 30% 35% که مونده بحث‌های کلیدی هست که اهمیت زیادی داره. آقا پرت و پلاگویی این الاغچی به قدریه که قبل از موشکاف خود ورق پاره های باند علیگدا وارد شدن، یقه یارو رو گرفتن که مرتی که چرا کشک میگی؟ خودتو تعیین تکلیف نمی کنی؟ لااقل بسیجی های فنر در رفته رو تعیین تکلیف کن. از سوی گفته می شود که پیشرفت های خوبی در موضوعاتی که مورد اختلاف است شده و از سوی دیگر گفته می شود اختلافات جدی همچنان پابرجاست. آیا اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای درباره این پیشرفت‌های خوب و اختلافات جدی روشنگری خواهند کرد تا افکار عمومی کشور در جریان آن قرار بگیرند؟ کفه پیشرفت‌های خوب سنگین‌تر است یا اختلافات جدی؟ به همین خیال باش، پشت گوشتو ببینی جواب این سوالت هم میگیری. جای این پیچ و تابا که نتیجهش پریشون کردن عمامه عظماست، از تیویریش یاد بگیر ببین چجوری قضیه رو با 2 خبر آبدو خیاری ماسمالی میکنه. آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پایبندی ایران به تعهداتش تاکید کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خود تایید کرد ایران به تعهدات خود در قبال توافق ژنو پایبند بوده است. نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت
در پی تایید آژانس آخرین قسط از اموال بلوکه شده ایران بر اساس توافق برنامه اقدام مشترک به حساب کشورمان واریز خواهد. واریزی آخرین قسط باشه طلبه. فعلا واریزی مجدد زر تو حساب عظما رو بچسب که از همه نقدتره.